توی این ویدیو قراره بهتون نشون بدم چطوری این کارامبیت خوشگل و باحالو با ساده ترین وسایل درست کنین. وسایلی که ممکنه همین الان تو خونتون پیدا بشه یا به آسون ترین روش ممکن بتونین تهیه‌اش کنین. سلام، اسم من مهیرزه، به چنل من خوش اومدین. توی این چنل قراره بهتون یاد بدم چجوری وسایل خفن و خوشگلی مثل این کارامبیتو با ابزار خیلی ساده توی خونتون درست کنین. میدونم مدت زیادی هم بود تو این چنل فعالیت نکرده بودم، اما پرقدرت برگشتم و میخوام با ویدیوی خفن ساخت کارامبیت شروع کنم. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، اومدیم سر بخش آموزش ساختن این نایف کارامبیت خیلی باحال و جالب با هم دیگه. نمیدونم حالا چقدر تو روند ویدیو بچه‌ها مشخص بشه اصلا یا نه، ولی گفتم همون اول خودم بگم که این ویدیو تو یه روز گرفته نشده. طبیعتاً من تو روزهای مختلف هر روزی که وقت خالی داشتم و دونستم که میتونم ویدیو بگیرم اومدم و یه بخشی از این نایفو ساختم و ویدیوی آموزشیشو گرفتم. بیشتر از اینم دیگه زیاده گویی نکنم، بزنید بریم سراغ آموزش. اولین چیز و مهمترین چیزی که بچه‌ها لازم داریم چوب بستنیه. یعنی متریال ساخت کارمون چوب بستنیه. اینا رو هم میتونید از دیجیکالا بخرید، قیمتش هم قیمت مناسبیه. لینکش هم میذارم توی دیسکریپشن که دیگه نخواهید بگردید جستجو کنید یا هر چیز دیگه‌ای. دیگه خیلی راحت میتونید اونجا سفارش بدید و یه بستش فکر کنم برای 2-3 تا چیزی که من میخوام آموزش بدم کافی باشه. حالا میتونید تعداد کمتر هم بگیرید اگه میخواید قیمتتون به صرفه تر در بیاد. و چسب چوب هم از همون دیجیکالا میتونید تهیه کنید اگه دارید، که هیچی. اگه میتونید از جای دیگه بخرید که اونم هیچی. لینک چسب چوب هم براتون میذارم همون زیر. برای شروع کار بچه‌ها باید ما این چوب بستنی‌ها رو دوتایی روی هم دیگه بچسبونیم اینطوری. حالا چون نمیدونم چه تعداد از اینا لازمه که به هم دیگه بچسبونیم، چون خودم تازه کار شروع کردم دیگه، شما برای هر بخشی که لازم بود بدونید که از این چوبای دوتایی لازم داریم. برای چسبوندنشون هم کافیه بچه‌ها روی یک سمت اینا شما بیاید چسب چوبتون رو بزنید به این صورت و با یه تیکه چوب، یه تیکه خلال دندون، هر چیزی، اینو تو تمامی سطح چوب بستنیتون پخشش کنید. این کاری کنید به همه بخشش چسب چوب برسه دیگه به اندازه کافی. تیکه دومو بردارید و همینجوری بچسبونید بالا. از بالا پایین هم حسابی مرتبشون کنید و اینجوری بچه همینجوری که میبینید محکم فشارشون بدید که اینا قشنگ بچسبن به هم دیگه. کامل خوش شدن چسب چوب بچه‌ها فکر کنم 1 ساعتی زمان ببره. کاری که من کردم و شما هم میتونید انجام بدین. اینا رو از شب قبل شما میچسبونید به هم، میذارید همینجوری تا صبح میمونه و دیگه صبح به راحتی اینا به هم چسبیدن و خیلی محکم شدن. برای اینکه همینجوری بمونن محکم به هم بچسبن میتونید از گیره، از هر چیزی که این دوتا رو محکم رو هم نگه داره، حتی میتونید بچه‌ها ببرید روی فضای آزاد یه وزنه سنگین، یه تیکه سنگ قلمبه بذارین روشون که اینجوری محکم تا آخرش به هم چسبیده باشن و محکم بچسبن. و همونجور که میبینید من چندین تا از اینا برای خودم درست کردم، اینجوری دوتایی به هم چسبوندم. حالا بعد از این مرحله که شما چند تا از این دوتایی داشتین، باید بیایم اینا رو از این قسمت اینا رو مثلا اینجوری به هم بچسبیم. ولی یه مشکلی وجود داره بچه‌ها. میبینید این فاصله ها رو این فاصله حالا ممکنه به خاطر پسی بلندی‌ها، اون کجی‌ها، به خاطر هر چیزی به وجود اومده باشه و باید دقت کنید که قبل از اینکه اینا رو اینجوری به هم بچسبونین یه مقداری این بغلا رو سنباده بزنید. برای سنباده زدنم یه برگ سنباده نرم میگیرین. حالا بگید برگ سنباده نرم میخوام دیگه خودشون متوجه میشه. اینو متاسفانه من از دیجیکالا نخریدم که لینکشو براتون بذارم، ولی میتونید شاید تو دیجیکالا هم پیداش کنید و میذارید روی سطح سفت صاف. رو قالی نمیشه چون لبه های کارتون برمیگرده بچه‌ها، حتما دقت کنید به این. و دستتون اینجور فشار میدید که سنباده صاف بشه و حالا این بغلا رو شروع میکنید سنباده زدن. بچه‌ها ببینید خیلی لازم نیست سنباده شدیدی بزنید که دیگه خیلی بره تو. در همین حدی که مطمئن بشید این بخش صاف شده کفایت میکنه. حالا همین ور و همون ور رو سنباده بزنید که دیگه برای چسبوندنشون به هم مشکلی نباشه. بعد اینکه بچه اینا رو سنباده زدیم میبینید خیلی صافتر به هم میچسبن دیگه، هیچ فاصله شون عملا از بین رفته. حالا اینا اگه چسب بخوره اون فاصله کمتر هم میشه. این دقیقا همون چیزیه که
ما میخوایم. تو مرحله بعدی میریم سراغ این الگو. فایل این الگو رو هم بچه‌ها من گذاشتم پایین ویدیو براتون، از همونجا میتونید دانلود کنید و پرینتش بگیرید روی A4. یه تیکش هم من در آوردم چون برای آموزش لازم بود و اینا، حالا بعداً میبینید کجاست. این کارامبیت حالا سوای غلافش که این دوتا تیکه میشه 5 تا تیکه کلا داره، 2 تا بخش دسته، 2 تا بخش وسط و یه دونه تیغه که شما با این چوب بستنیه که گفتم حالا ساختیم و به هم چسبوندیم اینجوری، شما اینو میذارید این رو. حالا اینو سنباد نزدم که انقدر فاصله داره، میذارید این رو مثلا 3 تا 4 تا، میبینید مثلا یه بخش کوچیکی هم اینجا میمونه. میتونید حالا یه دونه نصفه اضافه کنید حالا یا یه دونه کامل اضافه کنید. میبینید 5 تا تیکه کامل اینو پوشش میده. پس ما 5 تا دونه از اینا میخوایم که این تیکه رو بسازیم. حالا مثلا برای این تیکه شاید 2 تا 3 تا کفایت کنه، برای اینم مثلا همینطور. حالا برای تیغش به وقتش که رسیدیم بهتون آموزش میدم چجوری اینا رو از سر به هم دیگه بچسبونیم. بعد اینکه ما چوب بستنیامون رو به هم چسبوندیم و الگومون هم زدیم روش، یه همچین حالتی در میاد که من 1 2 3 4 5 ردیف از این چوب بستنی استفاده کردم برای این تیکه. و خب همونجوری که می‌بینید یه سری بخشاش هم از قبل برش زدم که کارم سریع‌تر بشه تو ویدیو. بعد از این کار ما شروع می‌کنیم به برش زدن این تیکا. باید این الگو رو در بیاریم رو چوب دیگه. همین ساده ترین توضیحی بود که میتونستم بدم. چون چوب بستنی جنس خیلی سختی ندارن، لازم نیست حتما از اره استفاده کنیم، نمیدونم وسیله سختی. با یه دونه چاقو، یه دونه کاتر، با هر وسیله تیز دیگه میشه این کارو انجام داد. همینجوری به راحتی که میبینید اینجوری برش میخوره و اون الگومون در میاد. یه موضوع دیگه هم که بگم بهتون، حتما لازم نیست تا خود این خط و بچه‌ها با چاقوی اون تیزبر در بیارید، تا نزدیکشو بریم و بعد از اونو با سنباده می‌خوایم در بیاریم که خیلی تمیزتر و مرتب‌تر میشه نسبت به اینکه حالا با چاقوی تیزبر بخوایم برش بزنیم. خب بچه‌ها بخش اول تموم شد، اومدیم سراغ بخش بعدی. همونجوری که می‌بینید اولین تیکه از کارامبیتمون آماده است، همون تیکه‌ای که نشونتون دادم چجوری طرحشو بزنید، چجوری این چوبا رو به هم بچسبونید و در نهایت اینجوری درش میارید و سنباده کاری میکنین. یه سری وسایل هم من موقع سنباده کاری برای خودم درست کردم. وسایل ساده ایه ولی کاربردیه، میتونید شما هم بسازید و ازش استفاده کنین. همونجوری که میبینید یه چوب بستنیه که فقط سنباده چسبوندم سرش، اینم همینطور. و این ابزارا خیلی بهتون موقع سنباده زدن کمک میکنن که مثلا سنباده های ظریفی بزنید، هر جا رو خواستین اینجوری سنباده بزنید و کارتون رو ترتمیز درارید. این هم که میبینین یه سیخ چوبی، حالا شما میتونید از هر وسیله گردی استفاده کنید مثل مداد هرچی برای سنباده زدن این بخشه که میبینید گرد و کوچیکن. حالا نمیشه طبیعتا با این سنباده و سنباده‌اش زد، خیلی راحت اینو میذارید اونجا و سنباده میزنید و اون طرحتون که میخواید و در میارید. یه سری ریزه‌کاری‌های دیگه هم این تیکه داره، اینجا باید سنباده بخوره، این قسمت دندونی باید سنباده بخوره. حالا این طرح‌ها رو اگه دوست داشته باشیم باید در بیاریم، ولی هنوز من ترجیح میدم این کار انجام ندم و بریم سراغ تیکه‌های بعدی، همه رو کامل در بیاریم، سر همش کنیم و در نهایت روی کار آخری اون ریزه‌کاری‌ها رو نشونتون بدم، چون اونجوری خیلی بهتره. و یه نکته دیگه هم بگم، آقا هر جای کارتون این تیکه‌ها اگه شکست جدا شد، حالا کار منم یه تیکه شکستگی داشته، نمیدونم حالا معلومه یا نه، اصلا نگران نباشید. اون تیکه رو با چسب چوب دوباره بچسبونید به کار، یه وسیله سنگین بذارین روش، بذارین یه ساعتی بمونه کامل چسب چوب خوش بشه، دقیقاً میشه مثل روز اولش. لازم نیست حالا دوباره برید کارتون رو از اول شروع کنید. این قطعه رو ما میذاریمش کنار، میریم سراغ تیکه‌های جدید. این دو تا تیکه که روی الگو بودن، اون بخشی که هاشور خورده بود و درارید بچه‌ها. این تیکا فقط مهمه. اون بخش هاشور برای این بود که شما متوجه بشید چند تا از این چوب بستنی رو میخواید که این طرحو در بیارید، ولی به کلش نیاز نداریم. یعنی طرحی که لازم داریم همین دو تا تیکه است. اینا رو هم دوربری میکنید، میچسبونید رو چوب بستنی‌ها، همونجوری که تو پارت قبلی بهتون گفتم که چی جوری اینا رو به هم بچسبونید با چسب چوب و اینا. یه چند تا نکته هم بگم بچه، این کار این بخش باریکشو میبینید، نمیدونم معلومه الان تو ویدیو یا نه، ولی من این بخش باریک رو انداختم روی یه دونه از این چوب بستنی ها. اینجوری باعث میشه که مقاومت کارم بیشتر بشه. حتما این نکته رو توجه کنید. برای اینم حالا میبینید تیکش کوچیک‌تره، شما میتونید
این کار رو همون اول انجام بدید، یعنی دونه دونه چوب بستنیاتون رو به این اندازه از قبلش برش بدید بیارید رو کار، یا نه میتونید همینجوری اول سالم برش بزنید، بعد این تیکه‌های اضافه بزرگ رو جدا کنید. حالا با چاقو اره‌ای میشه، با اره آهنبر میشه، میتونید با چاقو همونجوری خورد خورد ضخامتش رو بیشتر کنید، بشکنیدش، هر جوری که خودتون راحت بودید، هر وسیله‌ای که خودتون داشتید. حالا بریم با هم دیگه یکم از این طرح‌ها رو در بیاریم، همونجوری که دفعه قبلا من انجام دادم. اینم با همون چاقو ساده انجام میدم. همونجوری که میبینید خیلی راحت برش میخورن، نیاز به سختی زیاد و فشار زیاد آنچنانی نیست. خب بچه همینجوری که میبینید دیگه موقعی که به این ضخامت رسیدید، یعنی نزدیک شدید به اون خط الگوتون، میتونید کار سنباده زدن رو شروع کنید. این چیزی هم که من الان در آوردم تو 3-4 دقیقه با همین یه چاقوی معمولی در آوردم این بخشا رو، و شما میتونید با تیزبر اگه انجام بدید کارتون سریعتره طبیعتا، ولی خب باید حواستون واقعا باشه خیلی تیزه، چند بار هشدار میدم ممکنه به دستتون بخوره. بعد از اینو دیگه میریم تو کار سنباده زدن. حالا این بخششو من دارم میگم و طبیعتا این بخشا رو خیلی طول میکشه شما سنباده بزنید. تا این حدود نزدیک الگو پیش برید، با همین چاقو، تیزبر، هر وسیله‌ای که دارید برش میزنید. بعد اونو دیگه با سنباده برید که کارتون رو تمیزتر و دقیق‌تر در بیاره. حالا من یکم از این بخش رو سنباده میزنم که نشونتون بدم با همون وسایلی که ساختیم بچه‌ها. خیلی راحت به این صورت میتونید سنباده بزنید. خب بچه همون جوری که دارید میبینید سنباده خیلی کارو ترتمیز و خطی در میاره. حالا من خیلی دقیق نشستم اینجا سنباده بزنم، فقط در یه حدی که بخوام بهتون نشون بدم با این وسیله چقدر راحت‌تر میشه سنباده زد و چجوری باید سنباده بزنید و همین. حالا من این دوتا قطعه رو مثل تیکه قبل دقیقاً درش میارم، سنباده زده آماده میارم بهتون نشون میدم که بعدش باید چی کار کنید. تیکه بعدی هم که میخوام برش بزنم بچه‌ها، تیکه قرینه همون تیکه دسته است، یعنی این تیکه دیگه. اینم دقیقاً مثل اونه، نمیام جدا توضیحش بدم که چی کار کنیم و اینا، دقیقاً مثل همون تیکه قبلی، فقط قرینه همونه دیگه. برش بزنید، 5 تا چوب ضخامتشه، الگو رو بذارید رو چوب بستنیتون، درش بیارید دیگه، دقیقاً مثل همین تیکه در میاد. می‌بینید دو تا دقیقاً قرینه هم دیگه، مثل همین درش میارید سنباده میزنید و بعداً بهتون میگم که چه جوری اینا رو به هم متصل کنیم. خب بچه‌ها اومدیم با آخرین تیکه از این کارامبیت باحالمون، یعنی قسمت تیغه کارامبیت. بخش قبلی رو در آوردیم، همه رو بهتون یاد دادم چجوری طرح رو پیاده کنین، چجوری چوب بستنی‌ها رو به هم بچسبونین، و الان هم فقط یه توضیح بدم راجع به تیکه آخر و کارهایی که باید انجام بدیم با تیکه‌های دسته. این دو تا تیکه رو همونجوری که می‌بینید من چسب دادم با چسب نواری که بتونم قشنگ تطابق بدم دو تا تیکه رو با هم دیگه، یعنی یه شکل و یه فرم باشن. و بعد از اونم یه سنباده زنی جزئی داره دیگه که اون تیکه‌هایی که اضافه و کمه قشنگ فیت بشن با هم. دوباره دیگه نشونتون بدم همونجوری که دارین میبینید. این تیکه رو ما میذاریم کنار، با اینا فعلا کاری نداریم. بریم سراغ که اصلیمون. برای درست کردن چوب بستنی‌های این بخش شما خیلی تیک‌های کوچیکی لازم دارید. حالا من از پشت کار نشون بدم که کامل معلومه. نگاه کنید این تیک‌های کوچیک رو همینجوری که می‌بینید من کنار هم دیگه چسبوندم تا بتونم کامل طرحمو روش جا بدم. فقط یه نکته‌ای که می‌خوام توضیح بدم بچه‌ها، این چوب بستنی بلنده رو می‌بینید این وسطه و از اینجا چسبیده به هم، و بخش خیلی مهمیه از این پارت همه وصل شدن به این محور و خیلی مهمه که این محور محکمی باشه که هیچ جوره نشکنه و بقیه تیک‌ها از هم جدا نشن. همونجوری که می‌بینید بخش دسته هم کاملا روی این تیکه است. دو تا چوب بستنی بچه‌ها میارین از اون دو تاییایی که بهتون طبعاً یاد دادم چجوری درست کنین همون اول. حالا این نصفه است به خاطر اینا یه تیکه ازش بریدم. اینا رو میذارید کنار هم، از این بخشی که کامل نشونتون بدم. اینا رو اینجوری میذارید کنار هم و از این بخش سرش، حالا بعد از اینکه این بخش گردیه رو رد میکنه، مثلا این بخش یه خطی میکشه، یه خطی که دقیقا همسان باشه. اینا رو برمیگردونین، از بخش رویه هم
به همون شکل این خطا رو میکشید که دقیقا مشخص بشه. حالا یه تریک یادتون بدم، این خطایی که ما کشیدیم این بغلش، شما اینا رو بذار اینجا و یه ذره فاصله بده به این صورت، یعنی این بخشه یکم بیاد بالاتر. حالا این نقطه رو وصلش کن به این نقطه. هر چقدر این فاصله بیشتر باشه شما میتونید شیب بیشتری ببرید دیگه. حالا از این بخشی که دارم قرمز میکنم اون شما کامل باید برش بزنید و سنباده بزنید. تموم شد و رفت به همین راحتی. همون اول هم میتونید شروع کنید با یه چاقو اون شیب رو ایجاد کنید. حالا من چون قبل این کار انجام دادم خیلی نمیخوام دقتمو بذارم، صرفا میخوام یه چیزی باشه که ببینید. شما اینجا شما برش زدم، با این یکی هم همین کار رو میکنیم. خب بچه ها میریم حالا سراغ بخش سنباده زدن. قبل سنباده زدن توضیح بدم چون ممکنه صدام خوب نیاد. فقط کافیه این بخش رو صافش کنید، همون بخش بالایی رو. میبینی یه شیب خاصی میگیره. حالا کافیه رو اون یکی تیکتون هم دقیقا همین کار رو بکنید. حالا طبق این دوتا شیبی که ما اینا رو در آوردیم میبینی اینجوری اینا به هم منطبق میشن. البته من الان خیلی سرسری سنباده زدم، باید وقت بیشتری بذارم، ولی بعد اینکه شما این کار درست انجام بدی این دوتا کامل رو هم منطبق میشن و کافیه این وسط رو چسب بزنید و یه همچین چیزی داریم که خیلی صاف و مسطح به هم چسبیدن و خیلی محکمن، یعنی جوره جدا نمیشه. دیگه بعد از اینکه اینا رو چسبوندید و طرحتون رو گذاشتید و فهمیدید که چند تا چوب بستنی بزنید، اندازه‌ای باشه که طرحتون کامل روش جاشه دیگه. حالا بسته به سایز چوب بستنیتون ممکنه فرق کنه. بریم سراغ درآوردنش. کافیه با یه چاقو این بخشا رو آروم آروم برش بزنید. الکی عجله نکنید که کارتون بشکنه، خراب شه یا هر چیز دیگه. خیلی با حوصله این کار رو انجام بدید و این تیکه رو در میاریم. میریم سراغ مرحله بعد که دیگه سرهم کردن اجزا و درست کردن کارامبیت مشکلمونه. خب بچه‌ها بالاخره ساخت 5 تا تیکمون به صورت جدا جدا تموم شد. این پارتی که دارم میگیرم با پارتای قبلی خیلی اختلاف زیادی بینشون افتاد، واقعا معذرت میخوام. بعد در اومدن این 5 تا تنها چیزی که مونده اینه که سرهمشون کنیم و سنباده های آخر کار رو بزنیم. همونجوری که میبینید من این 2 تا تیکه رو، حالا این تیکه ها این کاغذ روش رو فعلا نیاز داریم چون سنباده آخر رو باید از روی این کاغذها بزنیم. هنوز کاغذاشو نکندم ولی این تیکه هایی که دیگه لازم نداریم کاغذ نداره. یه سری تیکه های اینجوری هم میمونه بچه‌ها رو کارتون. حالا اگه سنباده زیادی بزنید قطعا پاک میشه، ولی یه راهکار آسون تر که میخوام بهتون بگم اینه که یه تیکه گوش پاکن و خیسش کنید بکشید روی این کاغذها، کامل این کاغذ جدا میشه به راحتی. ولی بعدش باید بذارید خوش و بعداً دوباره سنباده بکشید. نمیتونید به محض اینکه خیس شد سنباده بکشین چون اصلا یه جوری کار سخت میشه و اصلا تمیز در نمیاد. ترتیب چسبوندنشون هم به هم بچه‌ها این ترتیبی که خودم میخوام انجام بدم و فکر کنم بهترینش این باشه شما هم انجام بدید موقع ساختن. اول ما این 3 تا تیغه رو به هم وصل میکنیم با چسب، بعدش هم بقیه تیکه ها رو، یعنی این تیکه و حالا تیکه زیرین که همونجوری که میبینید دیگه شکل نهایی چاقومونم آماده میشه. و یه نکته دیگه، اگر میخواید بچه اینا رو رنگ بزنید جوری که میخواید میتونید اول همه رو سرهم کنید بعدش رنگ بزنید، میتونید از همون اول رنگ بزنید بعد سرهمش کنید. چون من میخوام اینا رو اول بچسبونم بعد تیکه آخر کار رو سنباده بزنم، میذارم کامل شه، یعنی کامل بچسبونمشون رو هم بعد سنباده بزنم. حالا شما هر جور راحت تر بود میتونید انجام بدید. بریم این بخشای نهایی هم انجام بدیم، یعنی اینا رو سرهم کنیم، رنگشون بزنیم و در آخر ببینیم این کارامبیت خوشگلمون به چه صورتی در میاد. بچه الان که خودم داشتم ویدیو رو نگاه میکردم به نظرم بعد این تیکه آخر باید یه ویدیویی میگرفتم و یه سری توضیحاتی رو میدادم، اما یادم رفته، ببخشید. تصمیم گرفتم که یه وایسی ضبط کنم و توضیحات آخر کاری رو هم بدم بهتون. بچه‌ها برای چسبوندن قطعات خوب چسب و چوب بزنید به همه جاش و یه وزنه سنگین بذارید روش و بذارید 3-4 ساعت بمونه که کامل خشک بشه. بعد خشک شدن کار اگه دیدید یه سری از جاها زده بیرون، یه سری از بخشای تیغه از دسته زده بیرون، با سنباده کامل صافش کنید. بعدش
از روی الگوهایی که روی دسته هست کامل سنباده بزنید، سنباده‌های نهایی کار دیگه. و حواستون هم باشه باید از روی همین الگوها سنباده بزنید. پس این برگه ها رو تا آخر کار ازش جدا نکنید، چون برای سنباده های آخر لازمه. برای رنگ زدن هم بچه‌ها اگر میخواید رنگ تیغتون و دستتون با هم قاطی نشه و رنگ جدایی داشته باشه، اول یه تیکه که نمیخواید رنگ زده بشه، مثلا دسته رو کامل با چسب کاغذی میپوشونید و بعد تیغه رو رنگ میزنید. برای رنگ کردن هم میتونید از هر نوع رنگ استفاده کنید. من خودم از رنگ‌های اسپری استفاده کردم، خیلی هم نتیجهش خوب شد. بعد خوش شدن رنگ تیغه میتونید اون چسب کاغذی ها رو جدا کنید. حالا بیاید تیغه رو کامل چسب بزنید با چسب کاغذی و بعد دسته رو رنگ کنید. به همین سادگی 2 تا رنگ متفاوت دارید و رنگاتون هم با هم قاطی نمیشن. اینم از توضیحات آخر. خب این بود از این ویدیو، امیدوارم براتون آموزنده و مفید بوده باشه. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد خوشحال میشم حتما چنل منو سابسکرایب کنید. این کار خیلی کمک بزرگی به من میکنه توی پیشرفت من. اگه از ویدیو خوشت اومد لایکش کن و توی کامنت ها نظرتو برام بنویس که دوست داری وسیله بعدی چه چیزی باشه که با هم درستش میکنیم. تا ویدیو بعدی سالم و سرزنده بمونید و خداحافظ.